دوست و بیننده عزیز سلام. امید که جور صحتمند باشید. متاسفانه ماه گرفتگی زیاد شده ما را دیگه. ساعت 8:45 شب اصلا نمیتون ماه صاف بود دیگه. الان ساعت 9:19 تقریبا 35 الی 40 دقیقه میشه که تقریبا نیمی از ماه گرفته شد دیگه. خواهش ما از همه شما دوستا و بیننده عزیزیه که هر کسی که نماز آیات را بلده دیگه بخوانن برای برطرف شدن طولانی مدت ماه گرفتگی. جهان سپاس از همه شما دوستا و بیننده عزیز.